تفاهم‌نامه عنوان دیگر در قراردادنویسی. این اصطلاح حسب معنای ظاهری خود یعنی موافقت و توافق طرفین در امر معنای ویژه و خاصی ندارد. کثرت استعمالش هم نسبت به واژه‌های موافقتنامه و توافقنامه بسیار کمتر. این اصطلاح تنها یک مستند قانونی داره و اون هم بند ه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشور که اعلام می‌دارد تفاهم‌نامه سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام شده خدمات، فعالیت‌ها و محصولات، زمانبندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق بر اساس موافقتنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میباشد. این آیین‌نامه به موجب ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. به موجب آن دستگاه‌های اجرایی موظفند با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیت و خدمات، قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین تفاهم‌نامه منعقد نمایند. لازم به ذکر است این واژه هم همانند سایر واژه‌ها به صورت سلیقه‌ای در موارد دیگر نیز استفاده شده است.